بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در ارتباط با آیات تدبری قرآن کریم آیه 17 و 18 سوره انعام رو خدمتتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. در این آیه خداوند به پیامبرش می‌فرماید و اگر به وسیله ضرری خداوند به تو مس کند، کشف کننده‌ای برای او نیست مگر خدا. و اگر مس کند تو را به وسیله خیری، پس او بر تمام اشیا قدیر است و اندازه گذار. در این آیه خداوند می‌خواهد تمام قدرت را اختصاص به خودش بده. حتی پیامبرش قادر نخواهد بود دفع ضرر یا کسب خیر را با توجه به آیه از خود بدانه. همه چیز دست خداست و اوست که بر کل شیء قادر است. و هم می‌خواهد غیر مستقیم به مشرکین و بت پرستان که بت‌ها را شفعاء عند الله می‌دانستند، می‌خواد بفهمانه از بت‌ها هم کاری ساخته نیست، هرچه هست خداست و معبودی جز او نیست و از غیر خدا کاری ساخته نیست. گروهی هم به نام ثنویین یعنی دوگانه پرستان که قائل به دو مبدأ برای خیر و شر بودن، یعنی برای خیر یک مبدأ قائل بودن، برای شر یک مبدأ. خداوند میخواد این تفکر رو هم باطل سازه و همه چیز رو از خودش بدانه. در اینجا بار دیگر خداوند میخواد توحید را در عمل نشان بده. قل انما و اله واحد و اننی بریء مما تشرکون. هم گواهی به وحدانیت خداونده و هم بیزاری از هر عقیده‌ای که منجر به شرک بشه. به هر چیزی غیر از خدا پایبند بودن شرکه و دوری از خدا را به دنبال داره. تنها خدا یکتاست که قاهر و غالب بر نظام هستیه و هو القاهر. و در عبارت ضرر و خیر که با یمسسک آمده، منظور این نیست که خداوند به انسان ضرر میرساند یا بدین واسطه به او ظلم میکند، بلکه خداوند به اندازه فتیلی به انسان ظلم نمیکنه، بلکه این خود انسانه که با عمل کرده خود به این امور نائل میشه، چون خالق خیر و شر خداونده. یعنی اموری رو تعریف کرده، اگر عملی بشه مثلا شر، اگر امور دیگری که تعریف کرده خیر عملی بشه خیره. این انسانه که بر اساس اختیاری که خداوند به او داده به طرف خیر یا شر کشیده میشه. و این یمسسک الله بضر، یعنی اگر خداوند مس کند به توی رسول به وسیله ضرری، یعنی ضرری به تو برسه، خداوند ضرر نمیرسونه، بلکه انسان با عمل کرده خود در دایره ضرر یا خیر وارد میشه. فلا کاشف له الا هو، پس کشف نمیشه برای او مگر او. یعنی کشف ضرر و خیر بر اساس مقدرات اوست که خیر را تعریف کرده، اوست که شر را تعریف کرده. کسی دیگه نمیتونه کشف این حقیقت بکنه. اگر به غیر خداوند هر تعریفی بکنیم و خیر شر بنامیم، در دایره هوای هوس، هوای نفس قرار گرفتیم و از دایره الهی خارج شدیم و به خط شیطانی رسیدیم و اوست که علی کل شیء قدیره. قدر و اندازه با اوست. ما باید خودمون رو در این چارچوب قرار بدیم، با این قدر و اندازه عمل کنیم. منظور کلی آیه توحید مختص خداست و انسان ها باید بر اساس قدر و اندازه‌ای که خداوند تعریف کرده زندگی خودشون تطبیق دهند. برای همین به انسان گفته میشه هر عملی که میخواد انجام بده
اول قانون انجام اون عمل رو بدونه و در سیر این قانون حرکت کنه تا بعداً دچار خسران نشه. کسی که تجارتی یا معامله‌ای میخواد انجام بده، اول براش کاشف الله باید بشه، بر اساس این کشف و این قانون کار خودش انجام بده. اگر تدبری میشه باید سعی کنه در راستای محکمات باشه، وگرنه یحرفون الکلم از مواضع میشه. ولی در اکثر موارد کارهای ما انسان ها توجیهیه. خداوند انسان را آفرید و انسان توجیه را. خیر و شر از قوانین خداونده. قرار گرفتن در خیر و شر از عملکرد انسانه، بر اساس اختیاری که خداوند به او داده. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راه مشخص شده، کاشف الله شده. این انسانه که راه رو انتخاب میکنه و بر اساس انتخاب راه اجر و مزد میگیره، یا خیر شاملش میشه یا شر. پس اگر تماسی به تو گرفته بشه از جانب خداوند به وسیله ضرری، یعنی ما با ضرر با خدا تماس گرفتیم، یعنی عمل کرده ما ضرریه و کشف ضرر هم فقط به وسیله خداونده، و یا خیری اگر ایجاد بشه که هو علی کل شیء قدیره، یعنی انسان با عمل کرده خود در خیر و شر وارد میشه. در آیه 18 و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر، در این آیه ابتدا قاهریت خود رو فوق بندگانش میدونه و حکیم و خبیره، هم قدرت دارد و هم حکمت. و چون در انسانها فقط بندگانه که بعضی بندگان تبعیت کردن، بعضی تبعیت نکردن. در اینجا چون عمل کرده انسان شرطه، آنهایی که عامل هستند میشه عباده نامید، اگر نه همه بندگان جز عباده هستند. برای همین حساب قهاریت را فوق بندگانش میدانه و در این رابطه با حکمت و خبرگی تمام عمل میکنه. چیرگی و غلبه خداوند فوق بندگانه. بندگان فقط عاملن، این خداوند است که برنامه ریز و اندازه گذار است و چارچوب ها را مشخص میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.